بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام شیرام انصاری. سلامت بشید. بیننده گرامی، خودتون رو معرفی کنید. از کجا زنگ میزنید؟ من موسی بودم و جا از یزد. آقا موسی از یزد. بفرمایید بیننده عزیز، در مورد کلیپ هایی که پخش شد اگر مطلبی دارید در خدمت شما هستیم. جا نسبت این کلیپ هایی که پخش میکنید، البته اینا حتی زمان خود پیامبر بزرگمون که میدونی جهل احادیث خیلی میشده و یه سری احادیث هست اینا جهل شده، اینا بدون که تحقیق بشه بررسی بشه. خب اینا یه سری کتابای خوندن، خب یه عنوان میکنن. خب اینا یه سری قلوب هست، اینا یه سری زیادروی هایی هستی که در چیز دارن میکنه در مذهب. بعد یه سال خدمت داشتم تو برنامه حجت بی حجت بود که یکم صدا مثل قطع وصل شد، نه سوال من تونستم عنوان بکنم نه جواب تونستم بگیرم. درست. بعد سوال من راجع به هم آیه 55 سوره مائده بود. بله. که جناب مولانا گفتن که این ربطی به ولایت حضرت علی نداره و اگرم داشته مثلا خود پیامبر اسلام سال بعد جشن میگرفتن، در صورتی که پیامبر بزرگ آخرین حجی که انجام دادن و ولایت حضرت علی رو عنوان کردن چیزی عمر نکرده، یه 2 ماه عمری باقی نداشتن از دنیا رفتن و جشنی هم به قول یه عیدی هم نتونستن عنوان کنن که عید بگیرن مردم. حالا می‌خواستم شما راجع به این یکم به اون جواب بدید. باشه چشم. تشکر از شما برادر عزیز. ان شاء الله صحبت می‌کنم در این مورد. خدا نگهدار شما. ببینید آنچه که جناب مولانا در مورد این روایت صحبت کردن، عزیزانمون در اتاق فرمان نشون بدن. این آیات از شروع صفحه اگر ما اینجا بیاییم، آیه است در مورد دوستی. آیات ما قبلش و ما بعدش کلا در مورد دوستی. ما هیچ وقت نمیتونیم قرآن رو یک قسمتش رو بگیریم و بر اساس هوا و هوس خودمون تفسیرش بکنیم. در شروع آیه، در آیه 51 الله سبحانه و تعالی در مورد یهود و نصارا صحبت میکنه. یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. یهود و نصارا رو دوست هم دیگر نگیرید. بعضهم اولیاء و بعض، اینا با هم دیگه دوستن، دوستان یک دیگرن. و من یتولهم منکم، تولا ببینید در اینجا از ولایت گرفته شده. و من یتولهم منکم فانه منهم، کسی از شما که اونها رو دوست خود بداره از جمله آنها محسوب میشه. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، الله سبحانه و تعالی هدایت نمیکنه قوم ظالمین رو. بعد میاد یک گروهی رو معرفی میکنه که در بین مسلمان ها هستن. ببینید آمریکا هر جا که حمله میکنه یک گروهی هستن از بین مسلمان ها جدا میشن، جلوی سربازای آمریکایی در اشغال کشورهای اسلامی با اونا همکاری میکنن. اینا رو صفتشون الله سبحانه و تعالی در اینجا بیان میکنه در آیه 52. میگه فتر الذین فی قلوبهم مرض، کسانی که میبینی کسانی را که در قلبهایشان مرض است. اگر که در شروع قرآن خونده باشید در سوره بقره الله سبحانه و تعالی وقتی که میاد اصناف انسانها رو در مقابل رسالت و انبیا ذکر میکنه، کسانی که ایمان آوردن، کسانی که تقوا و پرهیزگاری پیشه کردن بعد از ایمانشون، و الذین فی قلوب مرض فزادهم الله مرضا، کسانی که در قلبهایشان مرض است که الله سبحانه و تعالی مرض اونا رو زیاد میکنه. این مرض نفاق هست، مرض شک و تردید در نبوت و در رسالت هست. فتر الذین فی قلوب مرض، کسانی که در قلبهایشان مرض است، یسارعون فیهم، میدوان به طرف کفار، به طرف دوستی با آنها. چی میگن؟ یقولون نخشى ان تصیبنا دائره، میترسیم که به ما آسیبی برسه. بابا ما الان داریم مثلا در بغداد، در کابل، در هر جایی که باشه زندگی میکنیم. اگر ما بخوایم علیه آمریکا صحبت بکنیم ما رو میندازن در زندان پل چرخی، میندازن در بگرام، میبرن گوانتانامو، میندازن ابو غریب. ما به خاطر همین داریم باشون مدارا میکنیم.
یقولون نخشى ان تصيبنا دائره فعسى الله ان یأتی بالفتح او امر من عنده فیصبحوا على ما اصروا فی انفسهم نادمین. میگه نزدیک است که الله سبحانه و تعالی پیروزی یا چیز دیگر از سوی خود برای مسلمانان پیش آورد، آنگاه این افراد از آنچه در دل خود پنهان داشتن پشیمان خواهند شد. از آنچه که در دل خود از نفاق و کینه نسبت به مسلمین داشتن. آیه بعدی هم و یقول الذین آمنوا هؤلاء الذین اقسموا بالله جهدا. اینا کسایی که ایمان آوردن میگویند که آیا اینها هم منافقینی هستند که با نهایت تاکید به الله سوگند یاد میکردند که آنها با شما هستند، اعمالشان تباه شد و زیانکار شدند. بعد از اون میاد میگه یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه. ای مؤمنین، کسانی که از شما از دین خودشون ارتداد بکنن، یعنی برگردن کافر بشن، فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. الله سبحانه و تعالی قومی رو میاره که الله رو دوست دارن و الله هم اونا رو دوست داره. اذلة علی المؤمنین عزة علی الکافرین. و اینا صفت این قوم چی است؟ که آنان در برابر مؤمنین فروتن و در برابر کافران سرسخت و گردن فراز هستند. یجاهدون فی سبیل الله، در راه الله جهاد میکنن. ولا یخافون لومة لائم، از هیچ ملامتگری نمیترسن. ذلك فضل الله یؤتیه من یشاء، این فضل الله است که به هر که بخواهد میدهد. والله واسع علیم، الله چی است؟ گشایشگر داناست. بعد میگه شمایی که میرید کفار رو ولی میگیرید، در این دوباره آیت قبلی میگه که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یهود و نصارا رو ولی خودتون نگیرید. در اینجا کسایی که در قلبشان مرض هست، منافقین، میرن چیکار میکنن؟ کفار رو اولیای خودشون قرار میدن. در اینجا الله سبحانه و تعالی میگه که اگر شما این کارو بکنید مرتد میشید و کسی که مرتد بشه الله سبحانه و تعالی اونها رو میبره و قومی رو میاره که الله رو دوست دارن و الله هم اونها رو دوست داره. بعد میگه که و بدانید که انما ولیکم الله، بدانید که یار و ولی شما، دوست شما تنها الله است و رسوله و پیامبرش و الذین آمنوا و کسانی که ایمان آوردند. اگر این آیه در مورد علی نازل میشد بعد میگفت والذی و کسی که، مگر اونجا چند نفر انگشترشون رو به اصطلاح طبق اون روایتی که ادعا میکنن زکات داده؟ یک نفر، علی بوده. والذین در اینجا میگه، دوستان زوم بکنن، والذین در عربی جمع است، والذی به یک نفر اطلاق میشه، والذین به جمع، والذین آمنو کسانی که ایمان آوردن. پس دوست شما کی است؟ دوست یار شما الله است، پیامبر است و کسانی که ایمان آوردن. این کسانی که ایمان آوردن صفاتشون چی است؟ الذین یقیمون الصلاة، کسانی که نماز را برپا می‌دارند، و یؤتون الزکات و هم راکعون، و زکات رو در حالی که با خشوع و فروتنی زکات را میدهند. بعد در ادامه چی میگه؟ و من یتولی الله و رسوله والذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. و هر کس که الله و پیامبر و کسانی که ایمان آوردن را دوست بدارد او از حزب الله است و یقینا حزب الله پیروز خواهد شد. بعد چی میگه؟ باز دوباره برمیگرده تاکید میکنه که یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، ای مؤمنان، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم. در اول صفحه چی گفته بود؟ یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى، اشاره به اهل کتاب است، یهود و نصارا، که اینا رو دوست نگیرید. در آخر صفحه هم چی میگه؟ ای کسانی که ایمان آوردید، ای مؤمنان، کسانی را که از اهل کتاب که دین شما را به تمسخر و بازی گرفتن، اونها رو دوست خودتون نگیرید. من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولیاء، این اهل کتاب رو که قبل از شما بودن که دین شما را به تمسخر و بازی گرفتن و کافران را دوستان خود نگیرید. واتقوا الله، و تقوا پیشه کنید، این کنتم مؤمنین، اگر مؤمنین هستید. شما رو به خدا این صفحه را از اول تا آخر بخونید و بعد یکی بیاد بگه که این وسط در اینجا گفته که انما ولیکم الله و رسوله والذین، این در مورد علی ابن ابی طالب نازل شده. این گونه مردم رو فریب میدن. بقیت الله خیر لکم. دیدید که بقیت الله رو من براتون آوردم هفته گذشته که بقیت الله در مورد نخود و کشمش و سیب زمینی و پیاز قوم شعیب علیه السلام نازل شده.
گفتن این بقیت الله خیر لکم، بس همین رو گرفتن از بین آیات کم فروشی، گفتن این امام زمان هست. امیدوارم که آقا موسی عزیز جواب سوالشون رو گرفته باشن.